اما اکبر ساحل تو اینجایی؟ چرا چند روزه بهت زنگ میزنم گوشیت خاموشه؟ چرا جواب تلفونه منو نمیدی؟ بشین فریبرز، این حرفایی که الان میخوای بشنوی و قبلا خواستم بهت بزنم. نمیخوام اول زندگی ساحل دخترم با سختی شروع بشه. توی چی نداری؟ نه پولی، نه پله‌ای، نه خونه‌ای، نه ماشینی. حقیقت میخوام ساحل با حجت ازدواج کنه. حجتی که همه چی داره، پشتوانه داره. ولی اما اکبر من عاشق ساحلم. تو خودت به من قول داده بودی که خودش انتخاب بکنی. من نمیدونم باید چیکار کنم. ببین فریبرز، اما اکبر بذار منم حرفمو بزنم. فریبرز، من دیدم با چشم و دل ساحل رو نگاه کردی. عشق واقعی رو توی نگاهتون پیدا کردم، نه توی حساب بانکی. خیلی از ما یاد گرفتیم جسم رو بخوایم نه دلو. عشق شما هم که پاکه. مبارکتون باشه. دستم گرمی دست آدم خواه